سوره دخان یعنی دود در مکه نازل شده است و از 59 آیت عبارت است. ترجمه معنا: از استفاده کتاب قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. حمیم. ها میم. ذکر حرفهای مقطعه در اول سوره بقره گذشت. والکتاب المبین. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. الله سوگند یاد می کند. سوگند به این کتاب روشنگر، هم در لفظ و هم در معنا. هر آینه ما قرآن را در ماه رمضان در شب مبارک که شب قدر است نازل کردیم. هر آینه ما بیم دهنده بودیم مردمان را از چیزهایی که آنها را فایده و ضرر میرساند. فیها یفرق کل امر حکیم. در شب قدر هر فرمان موافق حکمت صادر می شود و هر چیزی که در یک سال بعد روی می دهد، از زندگی، مرگ، توانگری، فقر، خیر و شر و غیره، همه را می نویسد. امرا من عندنا انا كنا مرسلین. این فرمان از جانب ما بود و هر آینه ما پیامبران را فرستاده بودیم که مردم را از دستورات الله خبر دهند. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. فرستادن پیامبران رحمت است از جانب پروردگارت و البته پروردگار تو ای رسول شنوا و داناست که همه صداها را می شنود و همه امور ظاهری و باطنی را می داند. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. پروردگار آسمان ها و زمین و هرچی میان آنهاست اگر اهل یقین هستید. لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولین. بدانید که نیست معبود برحق بجز او، کسی سزاوار عبادت نیست. زنده می کند و می میراند. پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست. پس معبودی برحق را عبادت کنید که او تنها می تواند ضرر یا فایده برساند، نه معبودان باطل شما. بل هم فی شک یلعبون. بلکه آن مشرک ها از حقیقت قرآن در شکند و بازی می کنند و به آن باور ندارند. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. ای رسول، چشم انتظار روز باش که آسمان دودی آشکار را پدیدار می کند. یغشی الناس هذا عذاب علیم. و آن دود همه مردم را در خود فرو پوشد و برای مشرکان گفته شود این عذابی در داور است.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بعد از آن میگویند ای پروردگار ما این عذاب را از ما دور گردان که هر آینه ما ایمان آوردگانیم. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. از کجا پند میپذیرند بعد از آن که عذاب بر آنها فرود آمد، حال آن که چون پیامبر روشنگر بود بر آنها فرستاده شده بود. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. از محمد صلی الله علیه و سلم روی گردان شدند و گفتند او دیوانه است تعلیم یافته. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هر آینه ما عذاب را اندکی بر می داریم و به زودی که شما البته باز به کفر و شرک خود بر می گردید. یوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. روز همه آن کافرها را در قیامت به گرفتاری بزرگ سخت فرا گیریم که هر آینه ما از آن کافران انتقام گیرنده ایم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. و هر آینه پیش از آن مشرک ها قوم فرعون را آزمودیم و پیامبر بزرگوار موسی علیه السلام نزدشان آمد ولی او را دروغ برآوردند و هلاک گشتند. پس این چنین انتقام میگیریم از دشمنان تو ای رسول اگر ایمان نآورند. ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین. موسی برایشان گفت که بندگان الله را به من بسپارید تا الله یگانه را عبادت کنند که هر آینه من بر رسالت پروردگارم پیامبر امینم. و الا تعلوا علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. و نیز بر الله برتری مجاید که هر آینه من با حجت روشن نزد شما آمده ام. و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون. هر آینه من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از آن که مرا سنگ باران کنید. و این لم تؤمنوا لی فاعتزلون. و اگر به پیامبری من ایمان نمی آورید از من کنارگیری کنید و مرا آزار و اذیت ندهید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون. چون فرعون و قومش به او ایمان نآوردند پس موسی پروردگارش را به دعا خواند که این مشرک ها مردمی گناهکارند. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. الله به موسی امر نمود که بندگان مرا هنگام شب روانه کن. هر آینه شما از طرف فرعون و لشکرش دنبال گیری کرده می شود. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. بحر را که آرام است پشت سر گذار، یعنی بحر را بر همان شکلی که بعد از گذشتنت از آن قرار دارد واگذار تا فرعون و قومش با اطمینان وارد آن شوند که هر آینه آنها لشکر غرق شونده هستند.
كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. آن فرعونیانی غرق شده بعد از خود چی باغ‌ها و چشمسارها بر جای گذاشتند و کشتزارها و خانه‌های نیکو را و نعمتی که در آن غرق شادمانی بودند. كذلك وأورثناها قوما آخرین. این چنین بود کاری عذاب و در گرفتیم ما و ما آن نعمتها را بعد از فرعون و قومش به مردم دیگر واگذاشتیم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نه آسمان بر آنها فرعون و لشکرش گریست و نه زمین و نه به آنها مهلت داده شد که عذاب از آنها به تأخیر افتد. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. و هر آینه ما بنی اسرائیل را از آن عذاب خار کننده که فرعونیان فرزندان پسرانشان را کشته و زنانشان را برای خدمت زنده نگاه می داشتند نجات دادیم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. آنها را از جنگ فرعون نجات دادیم. هر آینه او از متکبران ستمکار بود. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. و هر آینه بنی اسرائیل را دانسته بر عالمیان برگزیدیم و آنان را ملتی برگزیده عصر خودشان کردیم. و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. و آیات از معجزات موسی به آنها عطا کردیم که در آن امتحانی آشکار بود. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. البته اینها مشرکان قوم تو میگویند پایان کار جز همین مرگ نخستین چیزی دیگر نیست و ما دیگر بار بعد از مرگمان برای حساب و ثواب و عذاب زنده نمی شویم. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقین. ای محمد، مشرکان با تو و قومت میگویند اگر راست میگویید که ما دوباره زنده می شویم پس پدران ما را به جهان باز آورید. اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین. آیا این مشرک ها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند چون عاد و ثمود و مانند آنها؟ همه را هلاک کردیم که هر آینه آنها گناهکاران بودند. پس هلاک ساختن مشرکان که در قدرت و توانایی از آنها پایان ترند هیچ شک نیست که بر الله آسان است. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما این آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست به بازی بیهوده و به هدف نیافریده ایم. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
مگر این که آن دو چیز را بر حق آفریدیم، ولی بیشترینشان که مشرکانند این را نمی دانند و در آفرینش اینها نمی اندیشند، چون امید به ثواب ندارند و از عقاب نمی ترسند. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. هر آینه وعدگاهی همه برای جدا ساختنی نیک کار از بدکار در روز داوری، یعنی در روز قیامت است. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. روزی که هیچ دوست برای دوست خود سودمند نباشد و نمیتواند به نزدیکانش هیچ گونه نفع برساند و برایش از سوی کسی یاری نشود. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. مگر کسی که الله بر او رحم کرده است شفاعت کرده می شود در نزد پروردگارش بعد از آن که الله برایش رخصت دهد. هر آینه اوست پیروزمند در انتقام گرفتن بر دشمنانش و مهربان است به دوستان اطاعتکار خود. این شجرة الزقوم طعام الاثیم. هر آینه درختی زقوم که در جهنم می روید طعام گناهگاران است و از بزرگترین گناه ها شریک آوردن به الله است. کالمهل یغلی فی البطون. مانندی میسی گداخته در شکم های مشرکان می جوشد. کغلی الحمیم. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. مانند سخت جوشیدن آب سوزان و فرشتگان نگهبان دوزخ گفته می شوند بگیرید این گناهکار را و به سختی به میان جهنمش بکشید. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم. و بر بالای سر این گناهکار آب جوشان بریزید تا شکنجه شود. ذق انك انت العزیز الکریم. به این گناهکاری بدبخت گفته شود بچش این عذاب را که تو گمان داشتی که در قوم خود پیروزمند و بزرگوار هستی. این هذا ما کنتم به تمترون. هر آینه این عذاب همان چیز است که در آن شک می‌کردید هنگامی که در دنیا بودید و به آن باوری یقین نداشتید. این المتقین فی مقام امین. هر آینه پرهیزگاران که در دنیا فرمانهای الله را به جا آوردند و از من کرده شده هایش دور شدند در جای امنی هستند که از تمام هراس و غمها آسوده خاطرند. فی جنات و عیون. در باغها و چشمسارهای روان. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. لباسهای از سندوس و استبرق می پوشند، یعنی سندوس ابریشمی نازک و استبرق ابریشمی درشت را می گویند و روبروی همدیگر می نشینند تا با هم بیشتر انس بگیرند. كذلك وزوجناهم بحور عین. چنان که پرهیزگاران را در آخرت گرامی داشتیم با در آمدنی باغها و پوشیدن لباسهای ابریشم، همچنین حورالعین حورانی شهل و چشم را به نکاح آنها در می آوریم. یدعون فیها بكل فاکهة آمنین. پرهیزکاران در آنجا
هر میوه را که بخواهند آسوده خاطر می طلبند. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم. پرهیزگاران در آنجا طمع مرگ را نمی چشند غیر همان مرگ نخستین که در دنیا چشیده بودند و آنها را الله از عذاب جهنم نگاه داشته است. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظیم. این فضل و بخشش است از جانب پروردگاری تو، این است کامیابی بزرگ. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. پس هر آینه ما ادای سخن خویش قرآن را به زبان تو ای رسول آسان کردیم تا پند بگیرند. فارتقب إنهم مرتقبون. ای رسول تو منتظر باش پیروزی را که الله به تو وعده داده است بر آن که مشرکان و عذاب را که بر آنها فراگیرنده است که هر آینه آنها نیز مرگ تو را منتظرند. به زودی خواهند دانست که غلبه در دنیا و آخرت به جانب توست ای رسول و کسانی که پیروی تویند.